هر کسی که یک حرفی را از قرآن میخواند با امر پروردگار برای او یک حسنه عطا می شود و هر حسنه 10 ثواب دارد. اینمی برای یک حرف قرآن خداوند میگه 10 ثواب به انسان میده. در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان اموی والی عراق حجاج ابن یوسف ثقفی قاری ها و عالمای علم قرآن امر کرد که یک حساب کتاب کنه، سوره های قرآن معلوم هستند، آیات قرآن معلوم هستند، در قرآن چقدر کلمه وجود داره، چقدر حرف وجود داره. میگه حساب کتاب زیاد کردن. به قول ابو محمد حمانی در تبیین الفرقان اومده است، میگه قول اصح همی است که اگر چه قولای مختلف زیادن، قول درسترش همی است که قرآن دارای 77934 کلمه و 340740 حرف است. سبحان الله. 340740 حرف اگر به 10 ضرب بزنی 3,407,400. شخصی که قرآن ختم میکند 3,407,400 ثواب خدای تعالی براش عطا میکند. و این در غیر رمضان است برادرای من، در رمضان نه، در غیر رمضان. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. برای یک حسنه خدای تعالی از 10 تا 700 ثواب عنایت میکنه. این ماه شریف رمضان ماه خاص است و در این ماه خدای تعالی انما 700 ثواب میده. اگر به شرطی که در عوض هر حرف خدای تعالی برای ما و شما 700 ثواب عنایت کند، پس با یک ختم قرآنی که در ماه شریف رمضان انجام دادیم صاحب 238,518,000 ثواب میشیم. الله اکبر. ای بچه خدا که بتد نمیگه بچه کی بخ بگن. اگر این ختم گریزون میدونستن به خدا قسم، اگر این مسجد گریزون میدونستن که اینقدر نعمت پروردگار در این ختم قرآن نهفته است، هرگز این محفل را ترک نمیکردن. اما چیزی که رفت دیگه خلاص اخی. مسکلان خاک بر جا ماندن، سابقون در راندن، خاک پناه ماندن. این سابقون در اسبای بادپای انشاءالله در راندن. فردا روز قیامت روزدارای ماه شریف رمضان رحمت پروردگار انتظار است.